مجارستان صلوات. اکنون قد و راهی را انتخاب کردند ولا یخشون ریاست جمهوری و وعده‌های خود وفادار بمانند. مجالس کشورهای مولداوی زیمبابوه، مجلس شورای اسلامی. امروز روزگار رونق کشور باشم. جمهوری اسلامی ایران آغازگر نقض برجام نخواهد بود، ولی در مقابل تداوم بدعهدی‌های آمریکا نیز ساکت نخواهد نشست. ملت ایران ثابت کرده است که احترام را با احترام و تحریم و تهدید را با اقدام متناسب و استقامت و مقابله به مثل پاسخ خواهد داد و جمهوریت در میهن